درود بیکران خدمت شما عزیزان هنرمند و هنردوست. آرزو میکنم خوب و خوش و سلامت و پر انرژی باشید. من امیر نادری از طریق کانال آنلاین میوزیک آکادمی همراه شما عزیزان هستم. امروز قراره در مورد دغدغه‌ها و سوالات متداولی که در ابتدای راه موسیقی براتون پیش میاد صحبت کنیم. پس لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. معمولا ابتدای راه یه سری سوال برای همه پیش میاد که دغدغه دارن آیا اگر من وارد فعالیت موسیقی بشم نتیجه بخش هست؟ چطور باید ساز تهیه کنم؟ چطور از ساز نگهداری کنم؟ چه مقدار زمان نیاز من این ساز رو یاد بگیرم؟ قراره توی این ویدیو به همه این سوالا پاسخ بدیم. بسیار عالی. بریم سراغ دغدغه‌ها و سوالاتی که ممکنه برای شما عزیزان پیش بیاد. این ضبط رو بزنم. خب از سوال اول شروع کنیم. گفتن که از چه سنی میشه موسیقی رو شروع کرد؟ ببینین از سن 3 سال موسیقی رو شروع میکنن. بستگی به اون انرژی بچه داره. اگر خیلی پر انرژی، اگر نمیتونه سر کلاس بمونه، اگر به نوعی سخت نشستن برای سخت تمرین کردن سخت، خب باید از سبک راحت‌تر و به نوعی موسیقی عرف باهاش شروع کرد. ولی از سن 3 سال میشه موسیقی رو شروع کرد تا بالا، تا هر سنی که فرد علاقه‌مند باشه، فرصت تمرین داشته باشه و اینکه بتونه تمریناتش رو انجام بده. بریم سراغ سوال دوم. با توجه به جثه کوچک فرزندم آیا ساز اندازه ایشان پیدا میکنم؟ بله، ببینید یه اصطلاحی در مورد انتخاب ساز و خرید ساز هست، میگن یه سازی 4/4 یا 3/4، 1/2، 1/4. این داره ابعاد اون ساز رو خدمت شما میگه. ساز 4/4 معمولا ساز بزرگ و استاندارده که برای افرادی که دیگه سن رشد رو رد کردن مناسبه. هرچی سن کمتر باشه و جثه کوچیکتر باشه، انگشتا هنوز اون رشد کامل نرسیده باشن، ساز به عنوان مثال 3/4 میشه، 1/2 میشه که نصف همه ایناست و ساز 1/4 که از همه کوچیک‌تره. پس شما میتونید بر اساس اندازه دست جثه فرزندتون سازتون رو انتخاب کنید. سوال سوم چی پرسیده؟ چطور بفهمم به این ساز علاقه دارم؟ یا اینکه آیا فرزندم به این ساز علاقه داره؟ خب ببینید، برای انتخاب ساز در ابتدای راه شما باید پیدا کنید که به چه سازی علاقه‌مند هستید. این علاقه رو چطوری پیدا میکنید؟ ممکنه شما توی فضای مجازی، تلویزیون، توی هر رسانه آلات مختلف موسیقی رو دیده باشید و از یکی بیشتر خوشتون بیاد، از یکی یعنی به نوعی جذابیت یکی از بقیه بیشتر باشه. باید تشریف ببرین آموزشگاهی که قرار کلاس بریم و جلسات معارفه داشته باشیم با اساتید مختلف، سازهای مختلف رو ببینین، در موردشون تحقیق کنیم و نهایتاً انتخاب کنیم. ولی گاهی پیش میاد بچه‌هایی که سنشون کمتره بعد از اینکه دوره موسیقی عرف رو میگذرونن، عرض کردم توی سوال اول خدمتتون، بچه‌ها گاهی اوقات نیاز دارن که دوره موسیقی عرف بگذرونن. عرف یعنی موسیقی کودک، موسیقی که بچه رو به نوعی فرمان پذیر میکنه، بچه رو به نوعی یاد میده که چطور تمرین کنه، خیلی آروم و آهسته و گام به گام با اصطلاحات و به نوعی تعاریف موسیقی آشنا میکنه. پس نیازه که ما این موسیقی رو داشته باشیم. حالا بیایم دوباره سراغ سوالمون. آیا بچه من بعد از موسیقی عرف به عنوان مثال به ساز ویولون علاقه‌منده، به ساز سنتور علاقه‌منده، پیانو دوست داره؟ من از کجا بفهمم؟ خب بچه‌ها چون یه ویژگی جستجوگر دارن، موقعی که این سازهای مختلف رو می‌بینن به همشون علاقه‌مند میشن. یه بحثی اینجا هست، شما باید
بچه رو ببرین سر اون کلاس، با اون ساز ارتباط بگیره، حتی اگه نیاز باشه یک هفته به عنوان مثال سر کلاس پیانو بره، یک هفته فقط ببرینش سر کلاس ویولن، یک هفته فقط سر کلاس گیتار، اون ساز رو ببینه، هنرجوهای مختلف رو ببینه. چون پیش زمینه‌ای توی ذهنش نداره برای این ساز، باید بیشتر ببینه و تجربه کنه، چند مرتبه پشت ساز بشینه، اگر پیانوی کلاوی ها رو فشار بده، اگر گیتاره یه دفعه ساز رو دست بگیره، اگر ویولونه ساز بیاد سمت گردن و با صورت نگه داره، ببینه آیا میتونه ارتباط بگیره. پس باید سازها رو لمس کنه برای اینکه بتونه اون علاقه رو پیدا کنه. بریم سوال بعدی. چطور بفهمم که این ساز رو تا انتها پیش میبره و بین راه رها نمیکنه؟ این بحث خیلی مهمه. واقعا جوابی برای این سوال نمیشه داد، ولی میشه زمینه رو طوری چید که همچنان روی علاقه خودش بمونه، انگیزه لازم برای ادامه رو پیدا کنه. حالا میتونه یه بچه کم سن و سال باشه، میتونه یه آدم بزرگ باشه. من بارها شده با افرادی برخورد داشتم که گفتن من خواسته سوزانم بوده به عنوان مثال ساز پیانو، سنتور، ویولون، هرچی. موقعی که رفتم یه مدت کار کردم دیدم که گویا علاقه ندارم به این ساز. خب میتونیم اینجا اینطوری فکر کنیم که شما شاید ساز رو اشتباه انتخاب کردین، شاید علاقتون به عنوان مثال برای اون ساز سنتور، ویولون، پیانو، گیتار اینا نبوده. میتونید سازهای دیگر رو ببینید، شاید به سازهای دیگه علاقه پیدا کردین، علاقه من شدین. یا میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که شما به نوعی انگیزه لازم برای ادامه اون مسیر رو از دست دادین. این انگیزه میتونه چی باشه؟ میتونه گوش دادن به موسیقی خوب باشه، میتونه نگاه کردن افراد معروف و صاحب سبک اون ساز، میتونه قرار گرفتن تو محیط کلاس باشه. مثلا شما ساعت 6 کلاس داریم، از استاد اجازه بگیرین، از مدرستون اجازه بگیرین که هنرجوی ساعت 6 و نیم رو هم ببینیم، هنرجوی ساعت 7 رو هم ببینیم و به همین ترتیب روزهای مختلف سر کلاس حضور پیدا کنیم و هنرجوهای مختلف و روش کارشون رو ببینیم. اینا بحث انگیزشی مسیر موسیقیه که باید داشته باشیم و پیشنهاد میکنم هر موقع همچین افکار و احساساتی سراغتون آمد حتما با مدرستون در میون بذارید. بریم سوال پنجم. باید ابتدا موسیقی کودک یا همون موسیقی عرف رو کار کرد؟ بله، میتونین کار کنین. موسیقی کودک رو خیلی کمک میکنه بچه‌ها، چون توی سن کم هستن، هنوز فرمان پذیری، هنوز به نوعی برنامه ریزی رو بلد نیستن و یاد نگرفتن. میتونین موسیقی کودک رو شروع کنین و معمولا موسیقی کودک با ساز بز شروع میشه، ساز فلوت داره و ساز تبلک، یعنی ملودی رو دارین یاد میگیرین در کنار ریتم. خیلی کمک میکنه به بچه ها و در ابتدای کار با اصطلاحات اولیه، بحث نطخوانی، بحث شناخت علائم آشنا میشن و راحت‌تر میتونن توی انتخاب ساز و ادامه مسیر پیشرفت کنن جلو. بریم سوال ششم. نمیدونم توی چه سازی استعداد داره. بحث استعدادیابی. خب این بحث استعدادیابی ما یه خورده از نظر بنده مشکل ساز هست. به عنوان مثال یه نفر میاد سر کلاس، شما دستاشو نگاه میکنین، میگین انگشتای کشیده‌ای داره، قد بلندی داره، پس باید یه سازی انتخاب کنه که نیازمند انگشتای کشیده باشه. مثلا ویولونسل بزنه، ویولا بزنه، سازهای زهی رو شروع کنه، زهی آرشه‌ای. در صورتی که اون فرد با همون جثه، با همون فیزیک بدنی به یه سازی مثل تنبک علاقه‌منده، خب این به نظر من این استعدادیابی میتونه اتفاقا جلوی پیشرفت و ادامه مسیر رو بگیره. من به ساز تنبک علاقه‌مندم، هر چقدر که انگشتام هم بلند باشه برای یه سازی مثل ویولونسل، ویولون و غیره خوب باشه، ولی من به تنبک علاقه‌مندم. اگه به زور من برم سراغ ساز ویولون شاید پیشرفت بکنم، ولی در نهایت میخوام دوباره برگردم سراغ ساز تنبک. یا مثلا من به یه سازی مثل
هنگ درام علاقه‌مندم، ولی میگن شما دستای توپلی داری، انگشتای کوتاه و توپلتری داری، باید بری تنبک بزنی. این بایدها و نبایدهایی که بر اساس فیزیک بدنی به شما میگن، اینا به نظر من سد راه شماست، جلوی پیشرفت شما رو میگیره. بهترین چیز برای بچه‌ها اینه که خودشون ببینن و انتخاب کنن. حالا توی سوالای قبلی هم عرض کردم حتما باید چند هفته زمان بذاریم برای اینکه چطور ساز رو انتخاب کنیم. حتما باید اون ساز رو دست بگیریم و ارتباط برقرار کنیم باهاش، چون این ساز قراره جزئی از بدن خودتون بشه، قراره سالها باهاش ساز بزنیم و تمرین کنیم. پس ساز رو اینطوری انتخاب نکنیم که من قد بلندی دارم، انگشتای کشیده‌ای دارم، باید برم سراغ این ساز. نه، من انگشتام کوتاه‌تره، باید برم سراغ این ساز. گاهی از مواقع ممکنه کارساز باشه، ولی اکثر مواقع نه، اینطوری نیست. پس لطفاً بحث استعدادیابی رو در میون نیاریم. بریم سراغ سوال بعد. چه مقدار باید بابت خرید ساز هزینه کنیم؟ ببینید، موقعی که شما ساز رو شروع میکنین میتونین بهترین ساز رو تهیه کنین بر اساس بودجه خودتون، میتونین پایین ترین ساز رو توی اون رده خودش، توی اون برند خودش تهیه کنین. بستگی به اون مقدار هزینه‌ای که میخواین بکنین داره. شما میتونین یه ساز خیلی خوب با یه هزینه خیلی بالا داشته باشین و میتونین یه ساز رده پایین تهیه کنین. پس اون بستگی به خودتون داره. سوال 8، من یه ساز رد پایین میخرم، اگر پیشرفت داشت براش یه ساز بهتر تعیین کنیم. منظورش بچه‌شه، بچه من آماده کلاس، من حالا فعلا یه چیز اسباب بازی طور براش میگیرم که خیلی هزینه کمی بابتش بکنم و اگر پیشرفت داشت من میتونم بعداً یه ساز تعیین کنم. اتفاقا این یه تفکر سمیه، یه تفکر ممنوع است. چرا؟ سازهای رد پایین خب مشخصه دیگه، صدای خوبی ندارن، استراکچر خوبی ندارن، اکل نوازندگی خوبی به ما نمیدن. بنابراین وقتی شما میخواین باهاشون ارتباط بگیریم و در ابتدای راه هم هستین، یعنی تازه شما یه سازی رو شروع کردین و میخواین پیش برین، حالا یه ساز خیلی بد دستتون گرفتین و میخواین باهاش تمرین کنین، صدای خوب بهتون نمیده، ممکنه انگیزتون رو کم کنه. پس این رو میشه جزء موارد انگیزشی هم آورد. من اگه قرار انگیزه تمرین داشته باشم، اگر قرار خوب ساز بزنم، باید یه ساز خوب هم دستم باشه. من حالا نمیگم حتما یه ساز خیلی گرون عالی درجه داشته باشیم، ولی با سازهای اصطلاحاً مشقی شروع نکنیم، با سازهایی که مشکل دارن شروع نکنیم، مخصوصا برای بچه‌ها. یعنی اینطوری فکر نکنین اگر پیشرفت کرد من یه ساز بهتر براش میگیرم. من بارها بوده هنرجو آمده و یه ساز فوق‌العاده بد دستش بوده، من به خانواده هم اطلاع دادم، ولی نظرشون بر این بوده که اگر پیشرفت کرد و اون هنرجو بعد از یک ترم که میشه 3 ماه اون ساز رو رها کرد و در نهایت من مقصر شدم که شما ارتباط نگرفتی با هنرجو، شما خوب تدریس نکردی. اینا اصلا نمیشه اینا رو جلو برد توی یک ترم و بهتره که یه ساز خوب داشته باشیم که بتونیم راحت باهاش ساز بزنیم و ارتباط بگیریم. بریم سوال بعدی. میشه با ساز آموزشگاه تمرین کنه؟ خب تو خیلی از موارد میشه این اتفاق بیفته، چرا نشه؟ خیلی از آموزشگاه ها اصلا بحث تمرینی دارن، یعنی یه تایم تمرینی مشخص میکنن، یه عده میان با ساز آموزشگاه، پیانو آموزشگاه، گیتار آموزشگاه شروع میکنن تمرین کردن. ولی اینی که شما هر روز بخواید توی محیط آموزشگاه قرار بگیرین و تمرین کنین، خب یه مقدار سخت میشه. من اعتقادم برای اینه که هر چیزی که جلوی چشمتون نباشه به فراموشی سپرده میشه. حتی میخواد یه ساز جذاب مثل پیانو باشه، حتی ممکنه یه ساز جذاب مثل ویولون، سنتور، سازهای بادی مثل نی باشه. هر موقع این از جلوی چشم شما حذف بشه، یعنی از زندگی روزمره‌تون هم حذف شده. خیلی من باید برنامه ریزی داشته باشم، خیلی باید انگیزه داشته باشم، خیلی باید خواسته آتشین داشته باشم که
خودم رو مقید کنم که یه مسیر رو طی کنم در روز، تایم داشته باشم، زمان لازم رو داشته باشم که یه مسیر رو طی کنم، آموزشگاه برم. آیا آموزشگاه اون سازش آزاد باشه، کلاس نداشته باشه، اتاق تمرین باشه، آیا دیگران از تمرین من اذیت نمیشن؟ ببینید تمام این مشکلات برای بحث تمرین توی آموزشگاه هست. آیا ساز زدن من برای کلاس‌های دیگه مزاحمت ایجاد نمی‌کنه؟ چون به هر حال تمرینه. اگر می‌بینیم با این مسائل میتونیم کنار بیایم که من پیشنهاد می‌کنم اصلا این کار رو نکنید. حتما ساز تهیه کنید و تو خونه ساز داشته باشین، حتما جلوی چشمتون باشه که بتونید تمرین روزانه مداوم و با برنامه‌ریزی مشخص داشته باشید. بریم سوال دهم. آیا هر جلسه کلاس باید ساز همراه هم بیارم؟ خب ببینید این سوالیه که بستگی به یعنی این سوال رو شما باید از مدرستون بپرسید، بستگی به اون مدرسی که دارین باهاش کار میکنین داره. ولی به نظر من شما هر جلسه باید ساز خودتون رو همراهتون داشته باشین. ساز زدن با ساز آموزشگاه، اونم تو مواردی که شما میخواین درس جواب بدین، یعنی شما رفتین سر کلاس و حالا یه استرس کوچیک و کوتاهی دارین، میخواین درستون رو به استادتون پس بدین و قراره با ساز آموزشگاه بزنین. خب ساز آموزشگاه ساز عمومیه، شاید نتونین باهاش ارتباط بگیرین. پس اگر ساز خودتون همراهتون باشه خیلی بهتره توی بحث کلاس رفتن. این سوالی چرا فرزندم شبیه فرد ایکس، یعنی مثلا پسرخاله دخترم و غیره، نمیتونه ساز بزنه؟ خب باز هم رسیدیم به یه سوال فوق‌العاده ممنونه. مقایسه کردن کلا در هیچ زمینه‌ای درست نیست. شما باید شرایط اون فرد رو در نظر بگیرین، شرایط روحی، فیزیکی، استعدادی، شرایط شنیداری. من یه پرانتز اینجا باز کنم. موقعی که صحبت از استعداد موسیقی میشه، تو سوالای قبلی هم استعداد رو رد کردیم، ولی موقعی که صحبت از استعداد موسیقی میشه، من بیشتر اوقات میگم چقدر شما حافظه شنیداری دارید، یعنی چقدر موسیقی گوش دادین، یا بهتره بگم چقدر موسیقی مرتبط گوش دادین. مثلا من به ساز سنتور علاقه‌مندم که جزء موسیقی سنتی ایرانی محسوب میشه، ولی آثار کلاسیک گوش میدم، بتهوون، باخ، موزارت، هندل. خب گوش من به یه سازی مثل سنتور با اینکه علاقه‌مندم بهش ولی آداپته نیست، آثارش رو نشنیده، گوش من هنوز ناآشناه. پس من اگه قراره ساز سنتور رو شروع کنم باید برم آثار اساتید بزرگش رو گوش بدم. من ممکنه از لحاظ هوش فیزیکی یه مقدار دیرتر ارتباط بگیرم با ساز، نیازمند تمرین بیشتری باشم. بنابراین ممکنه به نسبت مثلا فرد ایکس، دختر عمو، پسر خاله، هر کس دیگه من دیرتر به اون بحث هوش فیزیکی برسم، این ساز دیرتر توی دست من جا بیفته. این به معنای بی استعداد بودن من نیست. پس لطفاً این قیاس ها رو ما نداشته باشیم. در ابتدای راه انگیزه رو از اون فرد میگیریم و ممکنه اون پسر خاله، پسر عمو، هر کس دیگه قبلا این ساز توی خونش بوده باشه، یعنی به عنوان یه سرگرمی حتی شده این ساز رو دست گرفته بازی که، یعنی حتی کلاس هم نرفته، ولی به هر حال یه مدتی با این ساز ارتباط گرفته. منی که تازه یه سازی مثل ویولون آمده توی خونم و ناآشنام باهاش، نمیشه ازم انتظار داشت که زود نتیجه بگیرم. پس لطفاً قیاس نکنین، قیاس ممنوع. سوال 12. چه موقع میشه توی گروه ساز زد؟ بحث گروه نوازی. خب ببینیم بحث گروه نوازی و اینکه شما وارد یک گروه موسیقی بشین نیازمند اینه که خیلی خوب تمرین کرده باشین، خیلی خوب مهارت‌ها رو یاد گرفته باشین و بعد وارد بحث مهارت‌های جمعی بشین. مهارت‌های جمعی مثل چی توی بحث موسیقی؟ اینی که من توی گروه ساز میزنم، علاوه بر این که حواسم به کار خودم هست، حواسم به نوازندگی خودم هست، بقیه رو هم دارم آنالیز میکنم، بررسی میکنم. اگر کسی به اشتباه یه جمله، یه ملودی فراموشش شد، اشتباه کرد، من استرس نمیگیرم، من اون اعتماد به نفسم از دست نمیدم، همچنان پرقدرت به کار خودم ادامه میدم. پس ببینید
تنها این نیست که من بتونم خوب ساز بزنم، من خوب بتونم نوت ها رو بخونم و مهارت ها رو اجرا کنم. اون بحث مهارت های گروهی هم وسطه. پس شما باید علاوه بر اینکه خوب ساز میزنید، با معلم، مدرس، استاد خودتون هم مشورت کنین و این موارد و توانایی ها رو ازش بپرسین. ولی معمولا شما یه مدت که کار میکنین، اگر کارتون خوب باشه و تمام این تکنیک ها رو خوب انجام داده باشین، استاد از شما میخواد که توی گروه باشین و گروه نوازی داشته باشین. برای بحث گروه نوازی خیلی باید مهارت های شنیداری بالایی داشته باشین. خب بریم سراغ سوال 13. میگه من پدر یا مادر، حالا من روش آموزش این ساز رو یاد گرفتم و ما بقیه را خودم توی خونه باهاش کار میکنم، بهش یاد میدم. خب معمولا این جمله رو من از پدر مادران میشنوم که من خودم طی این چند جلسه کلاسی که آمدم همراه بچم بودم، از شما روش آموزش رو یاد گرفتم، مثلا 4 صفحه جلوتر رو خودم بهش یاد دادم. خب ببینید شما، این خیلی خوبه که پدر و مادر سر کلاس باشن، مخصوصا برای بچه‌هایی که سنشون پایینه، هنوز برنامه‌ریزی رو بلد نشدن، فرمانپذیر نشدن، نیازمند اینن که براشون برنامه ریخته بشه و دائم کنترل بشن. خیلی خوبه که پدر و مادر سر کلاس باشن و همگام با بچه خودشون، فرزند خودشون، اون ساز رو خودشون هم بنوازن. این به نظر من خیلی میتونه جذاب باشه و بزرگترین معلم ما میشه همون پدر و مادر ما، چون توی خونه هستن و ما رو کنترل میکنن. ولی اینی که من خودم این ساز رو یاد گرفتم، اونم به عنوان مثال طی 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، این اشتباهه. شما ممکنه یه سری مهارت ها رو دیده باشین و توی خونه با بچه کار کرده باشین، ولی این به این معنا نیست که شما این ساز رو دیگه کامل یاد گرفتین. شما 4 صفحه جلوتر رو نمیدونین، تکنیکاش رو نمیشناسین. اینی که من خودم توی خونه باهاش کار میکنم، این اصلا اشتباهه، چون بچه شما تا یه جای جلو میره، شما مهارت‌های آموزش رو ندارین، تکنیک‌های اون ساز رو نمیشناسین، با تکنیک‌های قبلی میخواین فشار بچه بیارین که درس‌های جدیدتر رو اجرا کنه، بنوازه و اصلا این امکان پذیر نیست. پس لطفاً از مدرس و استاد اون ساز کمک بگیرین، بگین که من توی خونه چطور با بچه خودم تمرین کنم، نه اینکه من بیام بهش درس جدید بدم. درس جدید دادن کار درستی نیست. بریم سوال 14. شما، منظورش مدرسه، میگه شما بهتر هستید یا همکارتون آقای یا خانم ایکس؟ خیلی وقتا پیش میاد این سوال رو میپرسن. اصلا به نظر من سوال شایسته ای نیست، سوال بجایی نیست. یعنی ما خودمون میتونیم بریم تحقیق کنیم و این موضوع رو متوجه بشیم، تا اینکه بخوایم مستقیم از یه نفر بپرسیم شما بهتری یا یه نفر دیگه، شما بهتری یا آقای فلانی، شما بهتری یا خانم فلانی. به نظر من اصلا سوال جالبی نیست. بعد بحث انتخاب مدرس اینطوریه که ما برای هر ساز ممکنه سبک‌ها و مکاتب مختلف نوازندگی داشته باشیم. من مدرس توی سبک 1 مهارت دارم، یه مدرس دیگه توی سبک 2 مهارت داره، بعدی توی سبک 3 مهارت داره. پس این قیاس‌ها به نظر من قیاس‌های جذابی نیست و همیشه توی بحث انتخاب مدرس و معلم این رو لحاظ کنید که آیا من میتونم باهاش ارتباط بگیرم. از چند نفر بپرسین و لطفاً بیشتر از هنرجوهای اون مدرس بپرسین، بیشتر از شاگردهای اون مدرس شرایط کلاس و اخلاق استاد رو بپرسین و لطفاً این سوال غیر شایسته رو نپرسین از مدرستون. بریم سوال بعدی. چرا درس جدید نمیگیرن؟ خب مشخصه، قطعا شما مهارت‌های قبلی رو یاد نگرفتین، یا اگر تک مهارت‌ها رو یاد گرفتین نتونستین اینا رو در قالب یه مجموعه کنار هم بچینین و ازشون استفاده بکنین. یه نکته بگم در مورد درس‌ها. گاهی اوقات نیاز شما یه درس رو اصطلاحاً پخته بکنین، بپرورونینش و نیاز اون رو تکرار کنین. پس دنبال درس جدید گرفتن خیلی نباشین. سوال بعدیمون هم یعنی به نوعی مرتبط با این داستان، میگه آیا هر جلسه باید یه صفحه جدید از کتاب بزنم؟ خیر.
گاهی اوقات درس‌های ما در قالب ترکیب کردن تکنیک هاست، ترکیب کردن درس‌های قبلیه که اگه این موارد رو بخوایم در قالب کتاب آموزشی بنویسیم که خب خیلی کتاب وسیع میشه و به نوعی از حوصله فرد هنرجو و مدرس ممکنه خارج باشه. پس هر درس رو سعی کنیم تکرار کنیم، تمرین بیشتر داشته باشیم. به نوعی میشه گفت 70-80% هر جلسه برای تمرین‌های قبلی باشه، برای مرور کردن باشه، نه بحث درس جدید. سال 17 گفتن که من از اول برای فرزند کوچکم ساز بزرگ میگیرم که نخوام 2 مرتبه هزینه کنم. وای. بازم رسیدیم به یه صحبت سمی و ممنوعه. شما فکر کنین که میرین سراغ یه ورزش، مثلا یه باشگاه بدنسازی میرین، جلسه اولتون هست، به شما میگن که برید وزنه 20 کیلویی بردارید. شما میگید من نمیتونم وزنه 20 کیلویی بردارم. یا نه برو وزنه 20 کیلویی، برو سراغ اون دستگاه بزرگی که اصلا نمیتونی باهاش ارتباط بگیری. خب ببینید نمیشه. وقتی بچه کوچیکه، سایز این انگشت‌ها و جثه کوچیکی داره، فیزیک دست کوچیکتری داره، به نوعی باید ساز اندازه کوچیکتر تهیه کنیم براش. اینی که من 2 بار نمیخوام هزینه کنم، این اتفاقا هزینه شما بیشتر میشه، چون بچه به ساز علاقه‌مند میشه، شما یه ساز بزرگ براش میگیرین، نمیتونه باهاش ارتباط بگیره، بعد بی‌انگیزه میشه، میگه دوست ندارم دیگه کلاس نمیرم. یعنی شما انگار اون ساز رو تهیه کردین، باید بذارینش کنار، هر چقدر زمان و هزینه بابت کلاس بردن و حالا دوره دیدن فرزند خودتون کردین هم بذارین کنار. یعنی همه سوخت، انگیزه اون فرد هم از دست رفته، دیگه به موسیقی علاقه نداره. انگار شما یه پروسه‌ای رو طی کردین که همش اشتباه بوده، اونم فقط با انتخاب اندازه اشتباه ساز. پس لطفاً ساز رو بر اساس دست فرزند خودتون تهیه کنید و به فکر این نباشین که من میخوام 2 مرتبه هزینه کنم. اتفاقا شما اینجا سود کردین، باخت ندادین، چون اون فرد علاقه‌مندتر شده، با سازی اندازه خودش ارتباط گرفته و بیشتر میتونه پیشرفت کنه. بریم سوال بعدی. میگه چند وقت دیگه یاد میگیره؟ معمولا پدر و مادرها این سوال میپرسن، بچه من چند وقت دیگه این ساز رو یاد میگیره؟ باز هم این سوال جوابی نداره. چند وقت دیگه من یاد میگیرم بستگی به تمرین شما داره، بستگی به هوش فیزیکی شما داره، بعد چقدر شما میتونید با ساز ارتباط بگیرید، چقدر میتونید این مهارت‌ها و تکنیک‌ها رو زودتر انجام بدید. بستگی به حافظه شنیداری شما داره، بستگی به تمرکز شما روی اون ساز داره. خیلی ها در روز تمرین میکنن ولی خب تمرکزی ندارن، یعنی در حین تمرین حواسش هست که من الان باید برم، بعد از اینجا برم کلاس زبان، بعد از اینجا برم دانشگاه، بعد از اینجا باید آشپزی کنم. پس من اصلا تمرکز لازم روی اون ساز رو ندارم، دارم تمرین میکنم ولی ذهنم یه جای دیگه است. پس تمام این موارد میتونه تاثیرگذار باشه توی بحث کاری. چند وقت دیگه یاد میگیرم، لطفاً از مسیر لذت ببرین، نه اینکه من منتظرم تا به یه هدفی برسم. خب شما به یه هدفی برسین، قطعا دوباره یه هدف بعدی میاد تو ذهنتون. من حالا این آهنگو تونستم بزنم، هدف بعدی میشه اون آهنگو بزنم. خب برای رسیدن به آهنگ شماره 2 چقدر زمان نیازه من بذارم برای کارم؟ ببینید همه اینا یه بحثای اشتباهی. پس لطفاً از مسیر لذت ببرین و این فکر رو نکنین. سوال 19، چقدر زمان لازمه تا این ساز یاد بگیریم؟ ببینید دقیقاً عین سوال 18. اینی که شما بخواید وقت برای یه چیزی تعیین کنین کار اشتباهیه. چقدر زمان لازمه تا این ساز رو یاد بگیرم؟ خب من این سوال از شما میپرسم، شما چیه این ساز رو میخواین یاد بگیرین که آمدین کلاس؟ و فرد جوابی برای این سوال نداره. من آمدم کلاس کمانچه که چی رو یاد بگیرم؟ اول شما این رو برای من مشخص کنید تا منم جواب این رو بدم که چقدر زمان نیازه که شما به اون مقصد برسید. خب وقتی شما هنوز مقصدی براش مشخص نکردین و تنها چیزی که از این ساز دیدیم پسر خاله دختر عمو یا مثلا بچه فامیله، بنابراین جوابی نمیشه به این سوال داد چقدر زمان لازمه تا این ساز رو یاد بگیرید. بازم تاکید میکنم
از مسیر لذت ببرین تا مقصد. مسیر میتونه لذت بخش باشه. شما آهنگ اول رو یاد میگیرید، به خودتون آفرین بگین، به خودتون انگیزه بدین، بگین دیدی چقدر باهوش بودم، دیدی چقدر با استعداد بودم، هوش فیزیکیم خوب بود، استادم ازم راضیه، این سال این آهنگ رو دارم اجرا میکنم، با ساز تونستم ارتباط بگیرم. پس به نظر من اینا مهمتره تا اینکه چقدر زمان لازمه تا من این ساز رو یاد بگیرم. یه بحث دیگه هم اینجا میشه کرد. من هنرجو اگر علاقه‌مند باشم، اگر خواسته آتشین داشته باشم، هر مقداری که یاد میگیرم بیشتر حریص میشم، یا بهتر بگم بیشتر علاقه پیدا میکنم که جلو برم. پس باز هم مقصدی نمیشه براش مشخص کرد. پس لطفا این تفکر رو نداشته باشیم. بریم سوال آخر رو بررسی کنیم. سوال 20. چرا بعد از 2 ترم کلاس نمیتونم چیزی بزنم؟ خب من این رو مشخص کنم. 2 ترم کلاس معمولا میشه 6 ماه. ترم ها 3 ماهه 12 جلسه است. البته بعضی از مدرس ها و آموزشگاه ها به خاطر بحث هزینه ترم ها رو 1 ماهه کردن، ولی عرف و چیز معمولش هر ترم میشه 3 ماه شامل 12 جلسه. میگه چرا بعد از 2 ترم کلاس نمیتونم چیزی بزنم؟ اصلا به نظر من سوال 18، 19 و 20 جوابشون یک چیزه و خیلی به هم دیگه مرتبطن. شما چه چیزی قراره بعد از 2 ترم کلاس بزنید؟ یعنی مقصد رو چی گذاشتید؟ یکی رفته یه نوازنده فوق‌العاده پیشرفته و به نوعی صاحب سبک و صاحب نام رو توی ذهنش گذاشته که من قراره به این برسم. خیلی خوبه شما یه هدف رو مشخص کنید، خیلی عالیه. یکی دیگه ممکنه یه آهنگی که خیلی دوست داره رو توی ذهنش به عنوان مقصد گذاشته باشه. یکی ممکنه پسر خالش تو ذهنش باشه که من حتما برسم به پیشرفت کنم، بزنم جلو ازش. بحث رقابتی داره توی ذهنش. و اینکه شما بعد از 2 ترم، یعنی بعد از 6 ماه بیاین بگین وای من انگیزم رو از دست دادم و به اون چیزی که میخواستم نرسیدم. اصلا یه فرایندیه که صبر زیاد میخواد موسیقی. شما چند تا مهارت رو داریم با هم یاد میگیریم. اول اینکه توی بحث یادگیری هنر اصلا زمان معنا نداره. دوم اینکه شما دارین یه مهارت فیزیکی یاد میگیرید. مثل اینکه شما بگید من 6 ماه رفتم فوتبال ولی اسطوره فوتبال نشدم. من 6 ماه رفتم کلاس نقاشی ولی به اون اسطوره‌ای که تو ذهنمه نرسیدم. خب معلوم نمیشه. شما همچنان باید کلاس برین، انجام بدین. معمولا این سوال‌ها رو وقتی از مدرس میپرسن، اینا به نظر من سوال‌های ممنوعی هست که نباید از مدرس خودتون، استاد خودتون بپرسین. چون به نوعی دارین شما استرس میدین به اون فرد. اون فرد تمرکزش روی اینه که شما پیشرفت کنین، با اینکه هنرجوهای مختلف داره. یعنی هر نفر با یه فرم اخلاق، با یه فرم منش، با یه فرم آموزش سر کلاس داره میاد و مدرس دائم باید روش‌های تدریس مختلفی رو پیش بگیره. اینی که شما این سوال رو از مدرس بپرسین گیج میشه. اون به نوعی شاید کارهایی که قرار بوده انجام بده رو میخواد سرعت بده، اتفاقا به ضرر خودتون میشه. پس باز هم میگم قیاس نداشته باشین، مقایسه نکنین، زمان برای چیزی مشخص نکنین، مخصوصا برای هنر. از مسیر لذت ببرین تا مقصد. عزیزای دلم، امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. بخش اول دغدغه‌ها و سوالات متداول ما به پایان رسید. حتما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. دوستتون دارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا یار و نگهدارتون.